قبل از جلسه جانبستی اوید به نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت با اشتراک معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده، مجلس ریاست کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برگزار گردید که در کار جلسه رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید، معاونان رئیس ولایت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها و راهبران تشکیلات و اداره‌های ولایتی شرکت نمودند. در جلسه معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سخنرانی نموده به مسئولین جهت در سطح ضروری برگزار نمودن معرکه انتخاباتی مجلس وکیلان خلق اظهار منتداری رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را بیان نمود. اظهار گردید که در 30 سال گذشته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به یکی از نهادهای مهم تامین کننده رشد استوار تاجیکستان تبدیل یافته، تحولات بزرگ را پس سر کرد و در رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نقش مهم گذاشت. تجربه تاریخی در مدت زیاده از 30 سال نشان داد که این حزب به مکتب بزرگ دولتداری پیشروی ملت تبدیل یافته، به حیث زمینه اساسی آماده نمودن متخصصان دانشمند برآمد کرده در پیروی از سربری دولت برای آینده درخشان کشور سهم ارزنده خود را می‌گذارند، گفته شد در جلسه. در انجام عده از رئیسان شهر و ناحیه‌ها و راهبران تشکیلات و اداره‌های ولایتی در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مدال 30 سالگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سرفراز گردانیده شده. ذکر گردید که کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان فعالیت خود را بیش از پیش توسعه بخشیده، رسالت خود را در فعالیت من بعد جهت تطبیق غایه‌های سازنده و بنیادکارانه که از دستور و سپارش‌های رئیس معظم حزب محترم امامعلی رحمان منشأ می‌گیرد با افتخار و مسئولیت بلند حزبی و شهروندی به سماع خواهند رسانید. بعد از انجام جلسه حزبی تحت ریاست رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید، جلسه جنبستی اوید با نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت در دوره 3 ماهه اول سال 2025 دایر گردید. در جلسه رئیس ولایت قید نمود که در دوره حساباتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان در همبستگی با اداره و تشکیلات‌های ولایتی و منطقوی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها تمام سعی و کوشش خود را بهر تطبیق سیاست خردمندانه و امر و فرمان‌های پیشروی ملت پرزیدنت مملکت و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان روانه نموده نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت را در دوره 3 ماهه اول سال جاری با نشان دهنده‌های مثبت جنبست نمود. دایر به نشان دهنده‌های رشد ولایت در این دوره معاون رئیس ولایت ختلان گزارش پیشنهاد نموده جهت اجرای نقشه قسم درآمد بودجه محلی ولایت ختلان در 3 ماهه اول سال جاری اظهار اندیشه نمود. در جلسه رئیس ولایت به مسئله رشد صنعت دقت راهبران نهادهای دخلدار و رئیسان شهر و نواحی را جلب نموده جهت مساعدت همه‌جانبه به بنیاد کارخانه و کارگاه‌های صنعتی در همکاری با بخش خصوصی دستور دادند. ابراز شد که رئیسان شهر و ناحیه‌ها و صاحبکاران را ضرور است که هنگام بنیاد کارخانه‌های نو به بازار و فروش محصولات استحصال شونده اهمیت جدی دهند. همچنین قید گردید که به مناسبت تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها در ولایت ختلان کارهای آبادانی با مرام ادامه دارد. در جریان کار مجلس دایر به رفت دعوت بهاری جوانان به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قید گردید که باعث خوشنودی است در روز 1 ماه اپریل نقشه دعوت بهاری در ولایت 100% اجرا شد و چنین تشبث را باید من بعد ادامه دهیم. در جلسه جنبستی رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید مسئولین را برای تدبیر اندیشی جهت حل و فصل مشکلات جای داشته موظف نموده دایر به ضرورت وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی، رشد ساحه کشاورزی، استفاده ثمره بخش زمین، بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و تامین شرایط برای فراگیری کودکان سن تا مکتبی، دستگیری اجتماعی آموزگاران و طبیبان، طبقه‌های احتیاجمند اهالی، تامین مؤسسه‌های طبی با تجهیزات معاصر طبی، همکاری با بخش خصوصی، پیشگیری از جنایتکاری و تعلیمات غیر رسمی دینی، تربیت نورسان و جوانان در روحیه افتخار وطنداری و هویت ملی تاکید نمودند.